در قسمت‌های قبل کیوان که یه آدم عیاش بود با نسرین که یه زن شوهردار بود قرار گذاشت تا یه شبو با هم بگذرونن. اون تو مسیر رفتن به خونه نسرین با پیرمردی آشنا شد که مدام میدیدش. موقع هماغوشی با نسرین متوجه سایه خودش رو دیوار شد که به شکل موجودی عجیب در اومده بود و از ترس از خونه نسرین فرار کرد و تو راه دچار سانحه شد. و حالا ادامه داستان. چشامو که باز کردم خودم رو تخت اتاق خواب نسرین دیدم. اتاق تاریک بود و تنها منبع نور همون شمی بود که رو پایه دیواری روشن بود. یه مقدار گیج و منگ بودم و داشتم افکارم رو مرور می کردم. کم کم یه چیزایی به خاطر آوردم و به نظرم اومد تمام اتفاقایی که برام افتاد تو خواب بوده و من تمام این مدت اینجا رو تخت خواب بودم. به نظر با مشروب نسرین دچار حالت مستی شدید شده بودم و بد جور به خواب رفته بودم. اون اتفاقا هم کابوسای ناشی از خواب مستی بودن. اما الانم که بیدار شده بودم خیلی حس و حال میزون و خوبی نداشتم. ته دلم یه وهم غریبی موج میزد. تو جام نشستم و فضای اتاق رو بررسی کردم. از جام بلند شدم تا از اتاق بیرون برم. پامو که رو زمین گذاشتم احساس گرمای شدیدی کردم. کف اتاق خیلی داغ بود اما میشد تحملش کرد. اول به طرف پنجره رفتم تا نگاهی به بیرون بندازم اما جز تاریکی مطلق چیزی نمیدیدم. انقدر تاریک بود که اصلاً فضای کوچه رو نمیتونستم ببینم. برگشتم و به سمت در اتاق رفتم. دستگیره در اتاق قر و پر شده بود و با مکافات تونستم بچرخونم تا در باز شه. در که باز شد با منظره عجیبی روبرو شدم. فضای بیرون اتاقم انقدر تاریک و ظلمات بود که هیچی نمیتونستم ببینم. ناچار کورمال و دست به دیوار از اتاق بیرون رفتم. همین که از اتاق خارج شدم در اتاق به شدت بسته شد که صدای خیلی بلند و وحشتناکی داد. سرمو برگردوندم تا ببینم چرا در بسته شده که در کمال ناباوری دیگه دری وجود نداشت. در ناپدید شده بود. چیزی که میدیدم و باور نمی کردم. شک نداشتم که دچار توهم شده بودم. شاید تأثیر اون مشروب لعنتی بود. این چه آشغالی بود که به خوردم داد؟ یا اینکه نکنه هنوز تو خوابم و دارم خواب میبینم. هرچی که بود من میون تاریکی و ظلمات بودم و هیچی نمیدیدم. فضا به شدت دلهره آور و دیوونه کننده بود. دستامو دراز کرده بودم بلکه بتونم دیواری چیزی رو لمس کنم و بتونم از این خونه لعنتی بیرون برم. نیاز به کمک زیادی داشتم. شروع کردم به صدا زدن نسرین. چند بار با صدای بلند صداش کردم که با هر بار صدا کردن انعکاس صدام بیشتر و بیشتر می شد و مثل اینکه صدام اکو می شد. اما انعکاس صدام خیلی نخراشیده و سرسام آور برمی گشت که از شنیدنش می ترسیدم. بعد از چند بار صدا کردن هیچ جوابی نشنیدم. همینطور کورمال و وحشت زده آروم و با دقت قدم برمی داشتم و فقط دنبال یه نقطه نور یا چیزی که دیده بشه می گشتم تا خودم رو بهش برسونم. اما فقط تاریکی مطلق.
خدایا این چه کابوسیه که توش گرفتار شدم. محکم چند تا ضربه به سر و صورتم زدم که اگه خوابم بیدار شم، اما هیچ. همینطور با دقت با قدمای کوتاه پیش میرفتم. واقعا نمیدونستم باید چی کار کنم. ترس از یه طرف و سردرگمی از طرف دیگه مثل خوره به جونم افتاده بود و کماکان قدم به قدم به امید دیدن چیزی پیش میرفتم. حدود نیم ساعتی همینطور آهسته و پیوسته ادامه دادم که احساس کردم پام روی یه لبه هست و راه دیگه ادامه نداره. وجود همین لبه تو اون شرایط به نظرم یه قوت قلبی بود که از این به بعد ادامه مسیر تغییراتی میکنه که میتونه منو از این ظلمات نجات بده. برای بررسی بیشتر لبه همونجا نشستم و با دستام لبه رو چک کردم. امیدوار بودم که لبه پله‌ای باشه که به سمت پایین میره، اما هرچی دستم رو دراز کردم پله بعدی وجود نداشت که بتونم پامو روش بذارم و پایین برم. یا شایدم این لبه پله نبود و ارتفاع زیادی داشت مثل لبه پشت بوم. به هر صورت هر چی که بود اونجا آخر مسیر بود. یا باید از اون لبه پایین میرفتم یا باید بر میگشتم. برای مدتی همونجا نشستم و با صدای بلند نسرین رو صدا می کردم که این بار انعکاس صدام به قدری قوی بود که احساس می کردم رو لبه یه پرتگاه بلند نشستم و صدام توی پرتگاه می پیچه که همین موضوعم رعشه به جونم مینداخت. من کجا بودم؟ اینجا کجاست؟ خدایا اینجا کجاست که من توش گیر کردم؟ از ناچاری دستامو روی سرم گذاشتم و احساس کردم که همه چی تموم شده و اینجا دیگه آخر خط زندگیمه. به اتفاقایی که افتاده بود فکر میکردم. بعد رفتم به گذشته ها و کارایی که کرده بودم. انگار مثل یه فیلم از جلوی نظرم رد می شدن. از فکر در اومدم. هنوزم یه کورسوی امیدی تو دلم بود که شاید خواب باشم و اینا همش داره تو خواب اتفاق میفته. ناخودآگاه یاد پدر و مادرم افتادم، خصوصا آخرین حرفای مادرم که با التماس ازم میخواست شب و پیششون بمونم. الان میفهمم که چرا بعدش حس پشیمونی داشتم. باید همونجا پیششون میموندم. وای خدا، چقدر احمق بودم. چقدر دلم برای پدر و مادرم تنگ شده. چقدر اذیتشون کردم. شدت دلتنگی یه باره اونقدر زیاد شد که زدم زیر گریه و با زجه صداشون میکردم. مامان، بابا، کمکم کنید، نجاتم بدید. لحظاتی به حال و روزم گریه میکردم که انگار حضور کسی رو پشت سرم احساس کردم. گوشامو تیز کردم و متوجه صدای نفساش شدم. سریع از جا بلند شدم و پرسیدم کی اونجاست؟ دستامو تو هوا تکون میدادم که اگه کسی هست بهش بخوره و بفهمم. دوباره پرسیدم کی اونجاست؟ خواهش میکنم، هر کی هستی کمکم کن. من تو این ظلمات گیر کردم و دارم دیوونه میشم. تو رو خدا کمکم کن و از اینجا نجاتم بده. صدای لبخند دلهره‌آوری اومد. بعد اونی که نمیدیدمش گفت جای تو اینجا نیست. برو به جایی که خودت برای خودت ساختی. تا اومدم حرفی بزنم
ضربه‌ای محکم به سینم زد و از بالای پرتگاه پرت شدم پایین. نمیدونم ارتفاع چقدر بود، اما دقایقی در حال سقوط و دست و پا زدن و فریاد زدن بودم. سرم گیج میرفت و داشتم از ترس قالب تویی میکردم. نمیدونستم کی به زمین برخورد میکنم که یه دفعه به شدت کوبیده شدم روی زمین سنگلاخی و صدای شکستن استخونامو شنیدم. کاملا خورد شده بودم و گردنم کج شده بود و درد وحشتناکی داشتم، اما هنوز زنده بودم. چطور امکان داشت؟ احساس می کردم جمجمم خورد شده و خون از سرم جاری شده بود. هیچ تکونی نمیتونستم بخورم. فقط با چشمام میتونستم روبرومو ببینم. روبروم یه چاه خیلی خیلی بزرگ بود که از تو شعله‌های آتیش تنوره میکشید و به قدری حجم شعله‌ها وحشتناک و زیاد بود که حرارتش انگار داشت پوستمو میسوزوند. از توی چاه صداهای هولناکی می اومد که به شدت دلخراش بود. به نظر می اومد که هزاران نفر ته چاه دارن می سوزن. من کاملا کج و معوج رو زمین افتاده بودم و ذره‌ای تکون نمیتونستم بخورم. فقط نگاه می کردم و هر لحظه وضعیتم بدتر می شد. همین لحظه متوجه موجود سیاه بزرگی شدم که از چاه بیرون می اومد و نعره زنان می خندید و به طرف من می اومد. یه زنجیر بلند آتیشی تو دستش بود و مدام زنجیرش رو هوا می چرخوند. وای خدا، چی می دیدم؟ این موجود رو می شناختم. این همون بود، با اون شاخهای بلند و پوزه بزرگش. این همون سایه خودم بود که آخرین بار تو اتاق نسرین دیدمش. هر لحظه نزدیکتر می شد و با نزدیکتر شدنش رعشه به همه وجودم مینداخت. هرچی تلاش می کردم نمیتونستم تکون بخورم. زنجیرشو چرخوند و پرتاب کرد که دور گردنم پیچید و منو به سمت خودش کشید. مثل یه تیکه گوشت به سمتش کشیده می شدم. گردنم از حرارت زنجیر می سوخت. با نعره وحشتناکی پرسید: میدونی من کیم؟ با نگاه ملتمس و شکست خورده به چشمای قرمزش که از تو شعله‌های آتیش بیرون میزد خیره شده بودم و میخواستم حرفی بزنم که فکم شکسته و آویزون بود و زبونم به سختی تکون میخورد. دست پشمالوشو که ناخونای تیزی هم داشت و تو دهنم کرد و با وحشیگری شدید زبونمو از دهنم بیرون کشید که تمام درونم سوخت. با نعره‌ای شدید گفت: نه، نیازی به این زبون نداری. تا الانشم خیلی ها رو باهاش سوزوندی. بعد با خنده‌ای مرموزانه گفت: تو الان شکار منی، تو چنگمی. غیر از اشک ریختن هیچ کاری نمیتونستم بکنم و تو چنگالش کاملا تسلیم بودم. دوباره نعره‌ای کشید و گفت: من مأمور عذابتم. یادت میاد؟ اونور دوبار بهت اخطار دادم، اما تو کر و کور بودی. اونور کجاست؟ اینجا کجاست؟ کی اخطار دادی؟ ذهنم تکونی خورد و انگار درک کردم. حالا داشتم میفهمیدم منظورش چیه. سگ سیاهی که تو پمپ بنزین و پشت پنجره دیدم. انگار که ذهنمو خونده باشه ادامه داد و گفت: همون موقع میخواستم شکارت کنم، اما اعمال خوبت نذاشت و با همین زنجیر جلومو گرفت. بله، اعمال خوب من یعنی همون پیرمرد. در حالی که با زنجیر دور گردنم منو به سمت خودش میکشید گفت: من اعمال بد تو هستم. تو منو به وجود آوردی و اینجا رها کردی.
اما حالا گیرت آوردم و ته اون چاه انتقامم و ازت میگیرم، انتقام تمام اعمال زشت و بدی که باهاش منو به وجود آوردی. بعد خنده های وحشتناکی کرد و به سمت چاه آتیش به راه افتاد و با زنجیر منو دنبال خودش میکشید. حرارت آتیش چاه داشت صورتم آب میکرد و ترس از سوختن تو اون چاه تمام وجودم رو تکون میداد. دیگه همه چی تمام بود. شدت شعله های آتیش چشامو سوزونده بود و دیگه هیچی هم نمیدیدم. همین لحظه بود که صدای مادرم رو شنیدم که میگفت خدا ارحم الراحمینه، ازش بخوا، از مهربون ترین بخشاینده کمک بخوا. با تمام وجودم از خدا کمک خواستم، فقط یه فرصت دیگه بهم بده، فقط یه فرصت. که تو همین لحظه احساس کردم نسیم خنکی به صورتم خورد و سنگینی زنجیر از دور گردنم برداشته شد. صداهای جیغ و داد قطع شد. لحظه به لحظه داشتم آرومتر می شدم و کاملا تو وجودم احساس سبکی می کردم. صدای آشنایی گفت دیگه نترس، قادر مطلق یه فرصت دیگه بهت داد. وای خدا، خدای عزیزم. این صدای همون پیرمرده بود که سعی میکرد منو از رو زمین بلند کنه. هنوزم نمیتونستم تکون بخورم و چشامم چیزی نمیدید. پیرمرده منو رو کولش گرفت و حرکت کرد. چقدر این کارش برام آشنا بود. اشکام سرازیر شده بود. پیرمرده گفت پسرم، وقتی برگشتی اینجا رو فراموش نکن. فقط اعمال خوب، فقط اعمال نیک. گریه می کردم و می گفتم غلط کردم. فقط اعمال خوب، فقط اعمال نیک. خدایا شکرت. حس کردم سوی چشام داره بر می گرده و کم کم یه چیزایی می دیدم. توی تونل در حال رفتن بودیم و ته تونل نور سفیدی می دیدم. صدای مادرم رو می شنیدم که سوره حمد رو می خوند و با خوندنش شدت نور بیشتر و بیشتر می شد که یه دفعه چشمامو باز کردم و خودم رو تخت بیمارستان دیدم. مادرم کنارم نشسته بود و قرآن می خوند. با به هوش اومدنم مادرم از خوشحالی جیغی کشید و محکم منو تو آغوشش گرفت و مدام گریه میکرد و خدا رو شکر میکرد. دکترها و پرستارا ریختن تو اتاق و اومدن بالای سرم. دکتره میگفت برگشتش معجزه بوده. همشون مات و مبهوت نگام میکردن. ساعتی بعدم پدرم اومد و در حالی که هر دو گریه میکردیم منو تو بغل گرفت و مدام میگفت شکرت که پسرمو بهم برگردوندی. بعدش از صحبت‌ها فهمیدم اون شب تو جاده با گارد ریل تصادف شدیدی کردم و ماشین با چند تا ملق شدید از تپه کنار جاده سقوط کرده بود. در اثر همین اتفاق سر و گردن و دست و پاهم شکسته بود و بر اثر ضربه شدیدی که به سرم وارد شده بود به کما رفته بودم. حدود 10 روز تو کما بودم. 10 روز تو کما شاهد اون اتفاقای وحشتناک و دردناک تو برزخ بودم. بعد از این ماجرا حدود 1.5 سال طول کشید تا دوباره تونستم راه بیفتم. من مورد رحمت خدا قرار گرفته بودم و آدم دیگه ای شده بودم. تو همون دوران درمان از کارای بد گذشتم توبه کردم و تصمیم گرفتم لحظه ای دست از عبادت خدا بر ندارم و کاملا مطیع باشم
تمام افکارمو گذاشتم روی انجام کارای خوب و اعمال نیک. حالا لحظه‌ای نمیخوام از پدر و مادرم دور باشم و قدرشونو میدونم. اونا جلوه‌ای از خدا روی زمین هستن. هر لحظه به خاطر داشتنشون خدا رو شکر میکنم. سعی کردم تا جایی که میتونم به همه کمک کنم و فقط اعمال خوب و نیک انجام بدم که از دنیا فقط اعمالت باهات میمونن. امیدوارم تک تک انسان ها قبل از انجام دادن کارای بد کمی فکر کنن و از انجامش منصرف بشن که جایگاه ما رو بعد از مرگ اعمالمون مشخص میکنن. دوستان عزیز، به پایان این ماجرا رسیدیم. امیدوارم از این داستان عبرت آموز لذت برده باشید. لطفاً برای حمایت از ما کانال رو سابسکرایب بفرمایید و ویدیوها رو لایک کنید. متشکرم.